بیایید به 3 ماه قبل برگردیم. زمانی که منم مثل همه میخواستم یوتیوب رو شروع کنم و بالاخره کانال خودم رو بزنم و به اون چیزی که همه میخوان، یعنی درآمد دلاری، برسم. ولی خب یه مشکلی وجود داشت. اونم این بود که ایده برای کانال یوتیوبم نداشتم و مدام به این فکر میکردم که این همه آدم تلاش کرد و 10 ها ویدیو آپلود کردن، ولی هنوز به 100 تا سابسکرایبر هم نرسیدم و اینکه من واقعا چطوری میتونم این راه رو طی کنم و به هدفم برسم. تا اینکه یه روز داشتم تو یوتیوب میگشتم که یه ویدیو دیدم نوشته بود این اولین ویدیوی منه، کمک. اینطوری بودم که یعنی چی؟ که چی؟ این چی دیگه؟ بعد پایین رو نگاه کرد و دیدم 200,000 ویو گرفته، اونم با اولین ویدیو. خب منم مثل هر کس دیگه‌ای تعجب کردم، ولی خوشحال بودم چون تصمیم گرفتم که این ایده رو برای خودم به اجرا بذارم و رفتم که آموزش نگاه کنم که ببینم چطوری این ویدیو رو میسازن. یکم آموزش نگاه کردم و فهمیدم با برنامه کنوا میشه همچین چیزهایی ساخت، ولی بازم مشکل بود. اونم این بود که کنوا اشتراک 2 میلیونی میخواست و اونجا بود که منم ناامید شدم، ولی نه اینکه تسلیم بشم. بازم رفتم گشتم و گشتم و گشتم و بازم گشتم و گشتم که دیدم توی سایت تروب میتونی با 5,000 تومن اشتراک کنوا رو بخری. ولی خب من مطمئن بودم که این یه جور کلاهبرداریه، ولی چون 5,000 تومن بود گفتم که پولی نیست، بذار امتحان کنم. پول پرداخت کردم و بعد از چند ساعت بوم، اشتراک کنوا فعال شده و بعد از مدت‌ها من رفتم ویدیو خودم رو ساختم و آپلودش کردم و اگه الان هم دارید این ویدیو رو میبینید، یعنی اینکه منم یه قدم برداشتم و تونستم بالاخره این راه رو شروع کنم. لایک و سابسکرایب هیچ وقتی از شما نمیگیره، ولی واقعا میتونی به من تو این راه کمک کنه. بیایید به 3 ماه قبل برگردیم. زمانی که